الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. بنده صالح هستم از کانال علوم غریبه ملک صالح. امروز میخوایم جلسه ششم از مجموعه جلسات نورمولوژی ملک صالح رو با همدیگه پیش ببریم و اگر خاطرتون باشه ما گفتیم میخوایم با موارد اسلامی و اون چیزهایی که خیلی بهتره طبق تحقیقات بنده کشف و شهود و خیلی موارد دیگه اونها رو به شما آموزش بدیم. خب در جلسات قبل با عدد روح، عدد شخصیت و عدد تقدیر آشنا شدیم. بعد با جمع این سه عدد به عدد کلید رسیدیم. عدد کلید دروازه‌ای است که ما رو به فهم مأموریت اصلی زندگی، تکرارهای پنهان و حتی بحرانهای مهم عمر میرسونه. این عدد تنها یک عدد خشک نیست، بلکه نوعی امضا و کد کیهانیه که با ماه تولد ما متولد میشه و در طول زندگی بارها و بارها به شکل‌های مختلف تکرار میشه. وقتی این عدد رو بشناسیم میتونیم علت بسیاری از رویدادها رو درک کنیم و حتی مسیر آینده رو پیش بینی کنیم و تغییر بدیم. اما این جلسه دروازه سرنوشت یا کد پنهان زندگی که میخوایم در زندگی روزمره به کار بریم و با تمرینات عملی انرژی اون رو فعال کنیم. بخش اول آموزشمون رمزگشایی عدد کلیده. ببینید عدد کلید حاصل جمع عدد روح اینجا می‌نویسم به علاوه عدد شخصیت و تقدیر. این سه نیرو مانند سه سیم یک ساز هست، یه ستار مثلا، که وقتی کنار هم نواخته میشن اینجا پا بذارم تقدیرم هم تقدیر یادم رفت اینجا بنویسم. بخش گفتم مثل سیما ستار که وقتی کنار همن و نواخته میشن آهنگ زندگی ما شکل درستش رو میگیرن. اگر فقط یکی از این سیم ها رو بشناسیم موسیقی ناقص میمونه، اینطور بگم بهتره. عدد کلید در حقیقت هارمونی نهاییه که نشون میده روح ما چه درسی باید در این زندگی یاد بگیره. به طور مثال اگر کسی عدد کلیدش 7 باشه، 7 مأموریت او درک حقیقت و رسیدن به ژرفای باطن. اگر عدد کلید 3 داشته باشه وظیفه داره خلاقیت و شادی رو به جهان بیاره و این عدد مثل یک قطب نما که به ما میگه وقتی از مسیر منحرف شدیم باید دوباره در چه جهتی حرکت کنیم. مهمترین نکته‌ای که باید بدونیم اینه که عدد سرنوشت قطعی نیست، یعنی این عدد سرنوشت قطعی ما نیست، اینطوری بهتره. میتونیم بگیم یه مثلا کد احتمالات. ما با شناخت این عدد میتونیم آینده رو آگاه تر بسازیم. اما نقشه مسیر زندگی چی؟ ببینید عدد کلید نه تنها مقصد رو نشون میده بلکه توی سه مرحله اصلاح میکنه. توی 3 مرحله مهم زندگی ما رو ترسیم میکنه: شروع، بحران، شکوفایی. پس شروع، بحران، شکوفایی. شروع معمولاً در دوره کودکی و نوجوانیه که این عدد به صورت استعداد یا علاقه پنهان خود شخص، یا بهتر بگیم استعداد و علاقه پنهان خودش رو نشون میده. بحران در دهه‌ای از زندگی رخ میده که این انرژی رو نادیده گرفته باشیم و جهان ما رو مجبور میکنه با چالش روبرو بشیم. و اما مرحله شکوفایی، زمانی که عدد کلید رو ما پذیرفتیم و با اون هماهنگ شدیم
اینجاست که زندگی برای ما روونتر، فرصت‌ها بیشتر، آرامش درونی عمیق‌تر میشه. برای هر عدد این 3 مرحله شکل متفاوتی داره. مثلا عدد کلید 4 بحرانش معمولا در زمین مسئولیت و کار. عدد کلید 5 بحرانش در آزادی و محدودیت. شناخت این الگو کمک میکنه بدونیم چرا در یک سن خاص دچار چرخش بزرگ میشیم و از اون نترسیم. اما در مورد کدهای پنهان و همزمانی‌ها، یکی از جذاب‌ترین بخش‌های عدد کلید دیدن اون در تاریخ‌های مهم زندگیه. تولد فرزندمون، ازدواجمون، جداییمون، موفقیت مالی یا حتی تصادف‌ها اغلب با ارتعاش عدد کلید همزمان میشه. این پدیده را ما بهش میگیم همزمانی، ببینید، همزمانی مقدس. خیلی مهمه دوستانی. تمرین این بخش اینه که شما بذارین تمرینی که حالا در نظر گرفتم کلماتش تو ذهنم نیومد. تاریخ‌های مهم زندگیتون رو تو قلم اول یادداشت کنید. با جمع اعداد اون تاریخ‌ها ببینید آیا به عدد کلید نزدیک هستن یا خیر. این کار باعث میشه بفهمیم جهان چگونه ما رو در مسیر اون هدایت میکنه. برای مثال یه مثال بزنم که دقیق متوجه بشیم. ما ایاتون باشه گفتیم لیلا نوربخش، یه اسمی که همینطوری برای خودمون درست کردیم، چرا بد شد. نور نور بخش، این مثال ما بود دیگه. لیلا نوربخش با مادرش اسمش خانم بود، چون برای بعضی از دوستان سخت بود اسم مادرش این جلسه به بعد میگیم مریم. اوکی، فرض بکنیم عدد کلید لیلا نوربخش با مثلا اسم مادر مریم، اسم مادرش مریمه، برابر با 6 میشه. خب و این شخص در سالی ازدواج کرده که جمع سال ازدواج 6، مثلا سال 1300 بر فرض مثال 11 که جمع همه اینها مثلا میشه 6. اوکی، بر فرض مثال. و خدمتتون عرض کنم که این نشون میده که ازدواج این فرد کاملا هماهنگ با مأموریت روحش بوده و احتمالاً براش رشد عاطفی و تعادل خانوادگی به همراه داشتن. البته این یه مثالی بود همینطوری ذهنی، حالا جلوتر بریم دنبال کنید جلسات رو، خیلی راحت تر مباحث رو درک کنید. اما بخش هارمونی و ناهمخونی، ببینید وقتی عدد کلید با عدد روح و شخصیت هماهنگه، انسان احساس آرامش و سیر طبیعی داره. انگار همه چیز بی دردسر پیش میره. اما اگر ناهمخونی داشته باشه، فرد احساس میکنه همیشه در جنگ درونیه. این ناهمخونی ممکنه باعث شه در مسیر نادرست شغلی قرار بگیریم، روابط ناسالم بسازیم، احساس پوچی داشته باشیم. حالا تو این بخش تمرینایی رو برای همتراز شدن با عدد کلید ارائه میدم که یکیشون انتخاب رنگیه که با این عدد هماهنگه، یا مثلا تکرار یک مانترا یا ذکر عددی و تمرکز روی ساعتهایی از روز که ارتعاش این عدد قویه. و میخوام با این کار مغز و قلبمون رو آروم آروم شروع کنیم با ریتم زندگی هماهنگشون کنیم. و بخش تمرین عملی و مراقبه عددی، ببینید اینجا پایان جلسه است ولی یه پیوست داریم. خب شما میگی تمرین عددی چیه؟
بدونید این بخش رو توضیح بدم جلسه 6 تموم شده، اما به صورت پیوست در ادامه تمرین عددی هم مثلا با یه مثال بهتون میگم. ببینید یه مراقبه ای ما طراحی میکنیم شامل 3 مرحله. 1. نوشتن عدد کلید خب روی کاغذ با رنگی که با ارتعاشش سازگار. 2. بستن چشماتون و تصور کردن نوری با همون رنگ. خیلی مهمه، جلسات قبل خوب دقت کنید که برق سر وارد بدنتون میشه و تمام بدن رو پر میکنه. و 3. تکرار ذکر یا مانترا به تعداد خاص. تکرار یعنی چی؟ مثلا 9 بار یا مضربی از عدد کلید و در نهایت سپاسگزاری از جهان برای هدایت. این مراقبه روزانه باید انجام بشه تا ذهن ناخودآگاه با این انرژی همسو شه. پس از 3 هفته اون فردی که این کار رو انجام میده معمولا تغییرات واقعی در احساسات و حتی رویدادهای بیرونیش میبینه. پس تمرین اون این 3 مرحله است. حالا یه مثال عملی بزنم. گفتیم لیلا نوربخش مثالمونه دیگه. خب عدد روح، شخصیت و تقدیر لیلا نوربخش که اسم مادرش مریمه جمع میکنیم. عدد کلیدش رو به دست میاریم. فرض میکنیم مجموع به عدد 6 میرسیم. این یعنی مأموریت اصلی این شخص ساختن تعادل، خانواده و ایجاد آرامش برای دیگران. بحران زندگیش احتمالا زمانی که رخ میده از مسئولیت خانوادگی فرار میکنه، در روابطش ناهماهنگی داره یا به وجود میاد با انجام مراقبه عدد 6. رنگش چیه؟ سبز یا صورتی. سبز یا صورتی. تکرار 6 یا دقت کنید 15 بار. چرا 15؟ جمع 1 و 5 میشه 15 میشه 6. جمع 1 به علاوه 5 میشه 6 جمع 15. حالا بهتر درک میکنید چرا 15. 6 یا 15 بار ذکر روزانه میگه و میتونه این انرژی رو فعال کنه و مسیرش رو روشن‌تر کنه. به همین سادگی. خیلی ساده است دوستان. فقط افرادی که داره انرژی‌های خوب هستن خیلی راحت‌تر میتونن ارتباط بگیرن. خب اما یه تمرین میخوام بهتون بگم، تمرین خونگی بگیم یا تکلیف بهتون بگیم. عدد کلیدتون رو محاسبه میکنید. پس عدد کلید رو محاسبه میکنید. تاریخ‌های مهم زندگیتون رو جمع میکنید. خب ببینید چند بار این عدد تکرار شده، یعنی این عدد کلید تو اون تاریخ‌ها. بعد هر روزم 10 دقیقه مراقبه عددی انجام میدید و احساساتتون رو تو دفترچه‌ای که گفتم یادداشت میکنید. و اما رنگ، صدا یا نمادی که با این عدد هماهنگه در محیط زندگیتون بسازید یا بذارید. مثلا لباستون اون رنگی باشه، شمعتون اون رنگی باشه، موسیقیتون اون رنگی باشه. با خودتون میگیم این موسیقی رنگ داره، بله عکس پس زمینش اون رنگی بزنید. و حالا من میام یه کار میکنم، میگیم مجموع ابجد لیلا با لیلا نوربخش، حالا دیگه نمی‌نویسم، میشه 1229 و نام مادرش هم گفتیم مریم، میشه 290. دوستان ممکنه من تو اعداد خطا داشته باشم، مثلا ممکنه این بشه 291، من اینجا حواسم نباشه 290 زدم. اینها مثاله. شما وقتی میگم ابجد کبیر شما برید دقیق حساب کن. جمع کل برای عدد تقدیر خب میشه 1519 که 1 و 5 میشه 6، 1 و 9 میشه 10. خب که این باز میشه 16، دوباره 1 و 6 میشه 7. اوکی. بنابراین عدد تقدیر لیلا نوربخش خب 7 الان اینطور که حساب کنیم با نام مادر مریم در نظر گرفتیم. خب و خدمتتون عرض کنم اگر عدد روح
و شخصیتش هم حساب کنیم طبق جلسات قبل، میتونیم حالا عدد کلید رو با این جمع کنیم و چطور بهتون بگم این عدد نهایی رو به دست بیاریم. برای مثال اگر روحش باشه 3، شخصیتش باشه 5، خب این هفتم که به دست آوردیم دیگه، اینا میشه چند؟ 8 و 7 دوره اینا میشه 15 و در نهایت این دوتا میشه 6 که میشه عدد کلید. خب این مثالی بود که درک کنید. البته ساده است، جلسات کامل ببینید مشکلی نخواهید داشت، من سعی کردم خیلی ساده. اما یه چطور بهتون بگم مقاله بگم یا مقاله جامع بگم در مورد مراقبه عددی، این از اینجا به بعد پیوسته جلسه است. جلسه ششم تموم شد اینجا. ممکنه حالا بزنم جلسه 6 و 7، ممکنه بزنم جلسه 6 به علاوه پیوست، یا فقط بزنم جلسه 6 و در جریان باشید. ببینید ما باید اول مفهوم مراقبه عددی رو درک کنیم. مراقبه عددی یعنی تمرکز آگاهانه روی ارتعاش یک عدد خاص که با روح و مسیر زندگی ما هماهنگ. این عدد میتونه عدد روح، تقدیر یا کلید باشه. پس میتونه روح، تقدیر یا کلید باشه. اوکی؟ در واقع با این مراقبه ما ذهن و قلب خودمون رو با ریتم هستی هماهنگ میکنیم. تا اینجا اوکی شد؟ این یه توضیح کلی. اما زمان و مکان مناسب چیه؟ بهترین زمان سحره یا قبل خواب. بهترین مکان چیه؟ یه جایی که آروم باشه و تمیز یعنی نجاستی نباشه و کثیف هم نباشه، یعنی هم تمیز باشه هم طاهر باشه و بی صدا، یعنی صدا نباشد. توصیه میکنم شمعی با رنگ هماهنگ عدد روشن بشه که تو جلسات قبل گفتم هر عدد چه رنگه. مثلا سبزی یا صورتی برای عدد 6 خوبه، آبی برای عدد 7 خوبه. حالا مرحله سوم چیه؟ خود مراقبه. اولین قدم خود مراقبه چیه دوستان؟ آماده سازی باید کنید خودتون رو، صاف بشینید، کمرتون راست باشه، چند نفس عمیق میکشین تا بدن آروم بشه. قدم دوم چیه؟ نوشتن عدد خودتون روی یک کاغذ بنویسید که بدون خط باشه یا در ذهنتون تجسم کنید، هیچ مشکلی نداره. مرحله بعدی تجسم رنگ. چشماتون رو ببندین و رنگ مرتبط با عدد رو در ذهن تصور کنید که از فرق سر وارد بدن میشه. مرحله بعدی تکرار مانترا یا ذکر. عدد رو به صورت شمرده در ذهن یا با صدای آهسته تکرار کنید. اگر عدد کلید 6 یا مضربی از 6 رو بگین، مثلا بگین 12 یا مثلا 18 یا خود 6. خب پس چی شد؟ یه بار توضیح میدم. عدد رو به صورت شمرده تو ذهنتون میگی. خب مثلا فرض میکنیم عدد یکی 12 هست. خب تو اینو باید 12 بار یا 24 بار یا 36 بار تکرار کن. فرض میکنیم عدد یکی 6 هست. خب 6 هست. این عدد 6 رو باید مضربی از خود 6 باشه. خب یعنی میتونیم بگیم مثلا 12 مرتبه عدد 6 رو بگو یا 18 مرتبه عدد 6 رو بگو یا 24 مرتبه عدد 6 رو بگو. اوکی؟ فقط میگی 6 6 6 به این صورت. مرحله بعدی تمرکز بر احساستونه. ببینید چه حسی در بدن و قلبتون ایجاد میشه. سبکی، گرما، آرامش، همه رو بدون قضاوت مشاهده کنید. مرحله بعدی سپاسگزاریه. بعد از اینکه اون تعداد رو تکرار کردین، دیدین سبکی، گرما، آرامش و غیره بدون قضاوتی
تماشا کردین سپاسگزاری میکنیم. این مرحله پایانیه. در پایان از جهان یا خداوند برای هدایت تشکر کنید و کاغذ عدد رو یه جایی بذارین که روز بعد دوباره ببینید. حالا میتونیم به دیوار بچسبونید. همین. پس مرحله رو یه بار دیگه میگم: آماده سازی، نوشتن عدد، تجسم رنگ، تکرار مانترا یا ذکر، تمرکز بر احساس که ببینید سبکی، گرما، آرامش و غیره دارید یا نه، و در نهایت سپاسگزاری. اما فواید مراقبه عددی چیه؟ چه فایده ای داره؟ فایده ببینید، آرامش ذهن و کاهش استرس برمقام میاره براتون، همترازی با مسیر زندگی و کاهش مقاومت درونی، جذب فرصت‌های هماهنگ با مأموریت روح، افزایش شهود و تصمیم‌گیری درست در لحظات مهم زندگی. و در مورد تمرین مداوم، بخش پنجم این مقاله، در مورد تمرین مداوم پیشنهاد میکنم این تمرین رو حداقل 21 روز پشت سر هم انجام بدید. علت هم دارم میگم 21، چون این یه عدد خاصیه. پشت سر هم انجام بدید تا ضمیر ناخودآگاهتون با ارتعاش عدد برنامه ریزی بشه و میتونید دفترچه‌ای برای ثبت تجربهاتون جدا تهیه کنید و بنویسید. یعنی بنویسید روز اول یا تو نوت گوشی تو روز اول این تجربه، روز دوم این، روز سوم حتی بنویسید روز اول بدون تجربه که قطعا تجربه‌ای خواهید داشت. و دوستان، این مقاله‌ای که گفتم رو من قبلا نوشتم و حالا خیلی بزرگ نیست، یه مقاله خیلی کوتاه دیگه. اینو من در مثلا کانال تلگرامی میخواستم بذارم، ولی همین الان پشیمون شدم. چرا؟ چون الان بذارم همه میان پیام میدن آی اون مقاله رو بفرست. همین توضیحیه که دادم، خودتون پای فیلم که الان داشتید میدید بنویسید برای خودتون. مثلا بهترین زمان رو گفتم، مکان رو گفتم، توصیه هایی داشتم در مورد رنگ ها. همین. شما رو به خداوند حنان و به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.